اللهم كن وليك حجة ابن الحسن قسم به لیله قدر قسم به صبح بهار قسم به لیله قدر قسم به صبح بهار نه شب ز هجر تو آرام نی به روز قرار یا ابن الحسن نه شب ز هجر تو آرام نی به روز قرار ز جمع منتظرانت آقا جانم اینی که ببینمت خیلی توقع بالاییه من کجا دیدنم گل فاطمه کجا من کجا دیدن جمال یوسف زهرا کجا باید این چشممو پاک کنم دلمو پاک کنم مگه میشه یه دل جای دوتا دلبر باشه نه این حرف از دهن من بزرگتر حرف من یه چیز دیگه است امروز آقا جان این همه راه اومدم از بیشه کنار این کشور اسلامی تا فهمیدم امروز دعای ندبه کنار حرم علی ابن موسی رضاست گفتم حتما امام زمان یه گوشه ایستاده آقا جان حرف من اینه ز جمع منتظرانت فکر نمی کنم خواسته زیادی باشه ز جمع منتظرانت مکن مرا بیرون که همچو شمع در این جمع سوختم بسیار آقا جان تمام عمر بعضی ها رو میبینم موهای سر و صورتشون سفیده چند تا صبح جمعه اومدی صداش زدی جانم تمام عمر به ابن الحسن گشودم لب
تمام عمر به ابن الحسن گشودم لب، چه می شود که جوابم دهی مرا یک بار. آقا جانم صبح جمعه ها میگم آقا میاد، صبح جمعه ها میگم آقا میاد، یه روزی دلبر با وفا میاد. صبح حواست هست یانم آقا جان، همینی که منو صدا زدی، همینی که من با این همه آلودگی الان دارم تو رو صدا میزنم، یعنی به من نگاه کردی. صبح جمعه ها میگم آقا میاد، یه روزی دلبر با وفا میاد. دیگه چی؟ صبح جمعه ها دلم بیقراره، هوای دیدن مهدی و صبح جمعه ها تمنا میکنم، با دعای ندبه مهوا میکنم. آقا جانم مولا جانم، ای کاش که خواب وصل تعبیر شود، آوازه حسن تو جهانگیر شود. آقا جان بر بام رسیده آفتاب عمرم، ترسم به خدا نیایی و دیر شود. یبنم هر کجای این حرمی صدا بزن. ابن الحسن ایام ولادت علی ابن موسی الرضاست. آقا جانم ببینی حرم چقدر چراغونه. یه اشاره فقط چشمت کیسه هش باشه بعد ندبه رو شروع کنی. آقا جان ببینی مردم چقدر احترام و تجلیل میکنن. آقا جان این همه جمعیت صبح جمعه ندیده اینجوری عاشقن، تو را ندیده پسندیدن خدا را شکر.